به نام خدا سلام و درود دارم خدمت شما بیننده های عزیز از هر کجایی که بیننده ما هستید. بنده معصومه سلطانی هستم در خدمت شما و همچنان قرار هست که برنامه‌های خوبی داشته باشیم با شما عزیزان دل. و یک سلامی دارم خدمت مهاجرین عزیز، کسانی که دور از خانواده، دور از کشورشان زندگی میکنن. امروز هم آمدیم تا از مهاجرین عزیز، مهاجران افغانستانی سوالاتی داشته باشیم. این که هر کسی میبینیم چند سال در ایران زندگی کرده و از این شرایطی که داره راضی هستن و کار و زندگیشان چگونه پیش میره. همراه ما باشید، انشالله برنامه خوبی تقدیم شما میکنیم. هموطنان عزیز، دو تا از دخترای افغانی ما که خب بسیار خوش استایل هم هست، میخوایم ازشان سوالاتی داشته باشیم. چند مدت میشه در ایران زندگی میکنن. سلام، وقت بخیر، خوب هستی؟ سلام، وقت شما بخیر، تشکر، زنده باشین. خیلی ممنون. خوب هستی؟ اسم چی است؟ نام فاطمه است. فاطمه جان، شما خوب هستی؟ زنده باشین، تشکر. ممنون. اسم؟ من ملکه خانم. خب دوستان عزیز، از شما میپرسیم که شرایط زندگی کردن در ایران چگونه هست و فعلا چیکار میکنه و مشغول چیکار هست؟ شرایط ایران ولی از افغانستان یک خورده بهتر است. او قدرم بهتر نیست. دیگه مصروف کار هستیم. ما هم کار دست سختی پیدا کردیم. ما فعلا مصروف کار هستیم و شرایط هم نه آنچنان خوب، ولی خب میگذره، مجبور. دقیقاً. ما خب یک سری چیزا رو میشنیدیم و میشنویم و میبینیم که چقدر کار پیدا کردن برای خانم ها یا برای آقایان فرق نمیکنه، سخت است. چه فرق داره بین یک کسی که ایرانی باشه که افغانی باشه وقتی میرین مثلا دنبال کار هستین و کاریابی؟ و 100% فرق خیلی زیاد داره. افغان تا ایرانی خیلی فرق داره. برای ایرانی ها خیلی راحت میتونن جای خوب کار کنن، محیطش خوب باشه. دیگه بر افغان ها خیلی کارشان آسان تر باشه. برای افغان ها خب کار فعلا خیلی سخت گیر میاد. اون هم که به دلیلی که افغان هستیم، مدارک نداری، اتباع هستی، دیگه اون طرف میشه. حتی اگر مدارک پاسپورت هم داشته باشه فکر بکنم آنچنان کار خوب یا کار آسان نه، ولی اونقدر خوب نمیکنم. بازم یک فرق هست بینشان دیگه. چند وقت میشه که ایران زندگی میکنی؟ من تقریبا 3 سال میشه، تازه آمدم. با خاطر خیلی شرایط بر ما سخت است. عادت کردی با محیط جدید، با مردمانی که حالا خوب همزبان ما هستن، ما باز هم تفاوت‌هایی داریم. تفاوت که بسیار داریم، ولی خب مجبور هستیم. اگه عادت نکنه مجبور هستیم. چرا که ما کلا ما از مجبوری هستیم. اگه وطن ما یک روز خوب و خوش باشه، صلح باشه، ما هیچ وقت نمیایم اینجا کار کنیم یا زحمت بکشیم. خب برتر خودتون میبینین که بعضی مردم فرهنگشون خیلی بالا، یکی هم پایین است. یک جایی میبینی یک گیری چیزی میترن، ولی خب مجبور هستیم دیگه زندگی میکنیم. و چی باعث شد بیایی در کشور ایران زندگی بکنی؟ من به خاطر که اون طرف دولتی بودیم، به خاطر تهدید طالبان و مادرم دولتی بود دیگه مجبور شدیم، بسیار سختی آمدیم. پس از خانواده نظامی هستین. خب بالاخره هر جایی باشین ان شاءالله زندگی خوب بگذره. شما چند سال میشه اینجا هستید؟ متولد ایران هستم. متولد ایران هستی دیگه، ایران بزرگ شدی درست؟ بله. اصلا افغانستان ندیدی؟ 6 سال پیش رفته بودم. چطور بود به نظرت افغانستانی که بعد در دنیا نیامده بودی اما خوب هویتت و اونجا میرسید؟ افغانستان جایی که پیسه داشته باشه بسیار جای خوبی است، عالی است، حتی از ایران که بهتر است. اما درسته به ایران به دنیا آمدم، متولد شدم، همینجام کار میکنم، ولی مدارک اینجا هم داشته باشم بیمه ندارم. اینجا هر اتفاق بیفته میگن شما افغان هستین، افغانی رقم و رقمی حرفا رو میزنن. این مشکلات رو متاسفانه بله. داریم دیگه، باید مجبوریم تحمل کنیم. راهی نیست دیگه. در افغانستان وقتی رفتی چی چیزی برات خیلی زیبا بود؟ اصلا فکرش نمی‌کردی که در افغانستان هم چیزایی باشه؟ مهمان دوستیش، بعد طرز فکر کردن اونا، اصلا نمیگفتن بالا داری پایین داری، اینا همه با هم چشمی ندارن زیاد. نه، همه با هم دیگه یکسان نگاه میکردن. سر همین بابت افغانستان واقعا. چند وقت بودی؟ من 1 سال. 1 سال زندگی کردی. باز دوباره چطور شد که برگشتی افغانستان چه ایران؟ مادرم اینا شدم. عادت کردین اینجا؟ خب بالاخره اینجا به دنیا آمدین و درسته. بله. اگر کدام پیامی داشته باشید در آخر؟ تشکر، زنده باشین. فقط از مقامات بالا میخوایم یک رقم میکنه که ما زودتر برگردیم در افغانستان ان شاء الله. شما اگر کدام پیام داشته باشید؟ از هموطنایی میخوام هر جایی که کشور هستن نه همیشه خوش و خرم باشن. این روزا میگذره.
دقیقاً انشالله که بگذره زودتر و همه ما بتونیم کشور خود برگردیم. خیلی ممنون از شما وقت گذاشتید. ممنون، زنده باشین. دو تا از برادر ما در کنار ما ایستاده هست، میخوایم که ازشون یک سری سوالات را بپرسیم. امروز هر کسی که میبینیم هموطنان دو تایی سه تایی هستن، ببینیم که چه نسبت هایی با هم دیگر داره. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم، شما خوب هستین؟ سلامت باشی. اسم چی است؟ اسمم رحمت. رحمت. سلام، شما خوب هستی؟ سلام، شما خوب هستین؟ شما خوبه؟ ممنون. اسم شما؟ اسم من رضا. رضا و رحمت. چه نسبتی داریم با یک دیگه خود؟ دوستایم دیگه، از کوچیکی با هم بزرگ شدیم. چقدر خوب دیگه. دوستایی که با هم دیگر بزرگ شده. می‌خواستیم کجا بریم؟ حالا همین روز پنجشنبه بود دیگه که بعد از تعطیلات آمدیم بگردیم اینجا را دفعه با هوار ببینیم. روز پنجشنبه است و تعطیلات. ساعت چند رخصت میشین؟ ما ساعت 3 معمولا. کارتون چی هست؟ کارم کابینت آشپزخونه چیزای. کابینت آشپزخانه. از افغانای خود ما کلا هست یا اینکه ایرانیه؟ نه، بیشترش از افغانای خودم، از ولایت بغلان و اینجا. با هم کار میکنید؟ بله. با هم بزرگ شدن، با هم کار میکنه دیگه. همه چی شما مشترک هست. میخواستین امروز کجا برین؟ چی بخرین؟ چی کار کنین؟ اینجا آمدیم یک لباسی چیزی برای خود بخریم که تفریحات بهاری لذت ببریم از این بابا. چند سال میشه ایران هستیم؟ دور برای 4 سال میشه. شما هم 4 سال میشه؟ با هم دیگه آمدین اصلا؟ قاچاقی یا پاسپورتی؟ نه، قاچاقی آمدیم ما. قاچاقی آمد. شما را ببینه باز نگیره. نه بابا، کار نداره که ما فعلا که کار نداره. تا 4 سال که از ما چیز سوال نکرده که مثلا شما خوش به حالشون دیگه. 4 سال ما بدون پاسپورت. خیلی شانس آوردید. شانس که خوبه دیگه، خدا رو هیچ شکر. چیز مأموری نیومده، هیچ نگرفته تا؟ نه. خب نفر دیدم میگیره دیگه. خب چی رقم نفر باشه که اونا رو میگیرن، چی رقم نفر باشه نمیگیرن؟ می دیده دیگه بعضی از افغانای ما خود چیز رعایت نمیکنه. مثلا چی رعایت نمیکنه؟ نظم نظافت رعایت نمیکنه اینجا. خب هیچ رعایت نمیکنه، میگیره که سرش میندازه میاد بیرون. خب اینا رو معمولا هم میگیرن. خب بعد کسایی که خورده خب میگه خواه رسوا نشی، هم رنگ جماعت باش. درست. این رقمیه دیگه. یک افغانی هم پیدا شد که چیزای واقعیت درباره خود افغانان بگه. شما چی میگه؟ خب دیگه سر آواز نامناسب معلوم میشه که افغانی. یعنی میگین که ایران ها خوش استایل تر هستن؟ خب بچهای ما بیشتر در سر آواز نمیرسن، مثلا از قیافه معلومه دیگه بیشتر. خب یه جاهای حق هم داره، چون دیگه جامعه افغانستانی ما وقتی از افغانستان بیرون میشیم حالت کارگری رو به خودشان میگیره دیگه. نمیتونه که مثلا اگر کسی مهندس باشه دوباره همون کار مهندسی خود انجام بده، مجبور میشه که کار سطح پایینتر و کارگری باشه دیگه. اونقدر وقت نمیشه یا اقتصاد نمیشه که به لباس خودشان برسه. خب به هر حالتش دقیقاً همتون عزیز، خب یک سری چیزا رو ما از ایرانی ها ناراحتی میکنیم، خب یک چیزایی هم هست که از افغان ها دیگه بخش ما هم هست. باز چطور هست در 4 سال که در ایران بودی وقتی کار میکنی و همین وقت میری یک کار پیدا بکنی باز راحت پیدا میشه یا خیلی مشکل هست؟ والله ما خودیم دقیقاً دیگه پشت کار نگشتیم. خب 4 سال که اومدیم در یک جای افتادیم، فعلا همونجاییم دیگه. 4 سال یک جای کار؟ آره 4 ساله که هر تاشون با هم. بله. خب در همه کار حتما خوب ماهر هم شدین دیگه. خب دیگه خواهم کسی که باشه دیگه ماهر باشه. حالا درست است بچه‌ها ما میدونیم بچه‌ها هم که به ندای نیامدن ایران نمیدونن. از خواستیم یک دنیای مهاجرت را برای هموطنان خود نشان بدیم، اونایی که نیامدن ایران یا مهاجر نشدن. اینها چقدر سخت است در ایران پیدا کردن یک خانه یا اجاره گرفتنش؟ الله خب زمانه نظر در پول آدم است. خب آدم که پول داشته باشه میتونه کار کنه، اگه نداشته باشه دیگه خب زمینه برش سخت‌تری تر مساعد میشه. به نظرت اجاره یک خانه افغانستان سخت است یا اینجا همون کرایش بیشتر هست یا افغانستان هیچ فرق داره یا نه؟ بله اینجا معمولا کرایه‌شون بلندتر از افغانستان. سال در سال فرق هم سال فرق. ما 4 سال که از افغانستان خبر نداریم دیگه. خانواده اونجاست. خانواده اونجا ره دیگه. بعد اونجا هم خدا رو شکر از خود ما دیگه خبر نداریم کرایه خانه چی رقمه. ولی ما فکر می‌کردیم که با خانواده باشیم. نه با خانواده نیستیم دیگه. حالا ما 4 سال دوری از خانواده من سخت
خیلی سخته. خب دیگه واقعا دیگه باید تحمل کنی دیگه مجبور. خانواده شما نمیگن بیایم برگردین یا مجبوره؟ اونا میگن دیگه باشه همونجا خوب کار کنید. فعلا دیگه میگه کار کنید دیگه افغانستان فعلا کار کنید پول جمع کنید عروس بیار. درست ما کردید همین دیگه. رسما رو داریم. هیچ کدوم تا نامزد نیستین؟ نه در فکرش هم نیستین؟ فعلا که نه دیگه والا فعلا کار کنید. فعلا کار کنیم ببینیم که بعدش چی جمع میشه. کنیم بعداً. میگم در فکرشون هست دیگه، هیچ نمیشه افغانی باشید در فکر ازدواج نباشین، حتما دارین پول جمع میکنین. آره دیگه فعلا بررسی کردن هم خیلی مصرفش بالاش دیگه ولی فعلا مصرف زیاد است. خیلی ممنون وقتی خود دادین. قربانت مرسی. مهاجرت گفتین خوشحال شدیم. مرسی. خیلی ممنون. ان شاء الله دیگه پنجشنبه شما کل هفتهش ما خوب بگذره. ان شاء الله از شما ممنون. همچنان از بنده خدا نپرسید. دوستان عزیز، این بود هموطنای ما که از دنیای مهاجرت و مشکلاتشون گفتن. بیننده این برنامه باشید تا آخر. بیننده‌های عزیز، همینطور که بیننده هستین میبینید که دوربر ما لباس‌های افغانی ما هست در کشور ایران، یعنی در اینجا به فروش میرسه، ولی خب ما معلومات نداریم. مثل که شما هم میبینید میپرسیم از فروشنده که چگونه به فروش میرسه و در کجا تهیه میشه. سلام، وقت بخیر، خوب هستین؟ سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلامت باشی. یک معرفی میکنی؟ احمد فرید خالقی هستم از ولایت بیسود افغانستان. چند سال میشه که ایران هستی؟ من مدت 1 سال میشه که ایران آمدم. پس تازگی آمدی؟ بله تازگی. بسیار خوب. اینجا میفروشی، مغازه از خودت هست یا اینکه فقط فروشنده هستی؟ نه، من فقط میفروشم. فقط میفروشم. درست است. لباسا حالا من خب میدونم ولی خب خیلی از بیننده ها نمیدونم، لباس های سنتی کدام مردم میشه یا به قوم خاصی ربط میگیره یا کل افغانستان هست؟ میشه ببین بیشتر اینا را مردم ربط میته به کل افغانستان، یعنی مختص قوم خاصی نیستن، ولی این لباس ها بیشتر مردم پشتو زبان میپوشه و لباس های هزارگی فرق کنه بس یک جور دیگه، ولی در کل همه استفاده میکنه. بله، باز همه میشه که بگی در کدام مراسم ها استفاده میشه؟ بیشتر در مراسم های عروسی، شیرینی خوری یا همین دم تشکیلات عروسی دیگه. بیننده‌های عزیز، همونطور که خود شما هم در جریان بودیم، خواستیم که از وضعیت مهاجرین یک برنامه‌ای داشته باشیم. می‌بینیم که لباس‌های افغانی ما در هر کجای همون علاقه‌مندای خاص خودشون را داره که در کشورهای اروپایی یا حتی ایران هم استفاده میشه. مطمئنا کشورهای دیگه هم صادر می‌کنیم یا فقط همینجا همین مغازه و برای همین کسایی که مهاجرین که در ایران هست فرش میرسه؟ نه، ما در کشورهای دیگه صادر نمی‌کنیم و فقط برای مردم افغانایی که در ایران هستن. باز قیمت‌هایشان حدوداً چند هست هر کدومشون؟ قیمت‌هایشان ما از 5 تومن داریم تا خانه‌های 7 تومن 7500 میرسه دیگه، از بالاتر نه. درست است. پس خوب است، انشالله که موفق باشین. لباس ها را در افغانستان تهیه میشه و بعد وارد ایران میشه چطور؟ بله لباس ها در افغانستان دخت تهیه میشه و توسط تجار در ایران آورده میشه. درست است. پس تجارتش هم خود شما میکنید؟ نه، ما نمیاریم، ما میریم از تجار میخریم. بله. پس بسیار خوب، انشالله که موفق باشید. دیگه کدوم گفتنی داشته باشید؟ نه دیگه چیز گفتنی. خیلی ممنون، تشکر. هموطنان عزیز، این بود دنیای مهاجرت و گفته های مهاجرین افغانستان مقیم ایران و بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراهی ما بودین و ما را همراهی کردین از چینل یوتیوب آیت ضیایی و امیدوار هستیم همیشه همین گونه ما را بیننده باشید. تشکر، خدا نگهدار.